میگویم با بیننده عزیز و همیشگی تلویزیونی بهارستان. امروز ما قرار داریم در باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی و امروز در این مکان ناحیه جبار رسولов نمایش فروش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعامهای ملی و چورابینی و برنامه فرهنگی و ادبی را برگزار می نماید و دوستان عزتمند در پیش ما را بهترین لحظه های فراغتی منتظرند. پس برای این ما شما را با خود می گیریم. می رویم. دختری تاجیکستان خروزی من نوبهار با پشوای غمخوار. بینندگان عزیز، چنانه که گفتیم در این مکان امروز هر یک هنرمند محصول دستان خود را به نمایش گذاشته است و هنگامی که گشت و گذار میکردیم ناگهان چشممان به یک گوشه افتید که در اینجا طاقی‌های زیاد و از منطقه‌های گوناگون گذاشته شدند و برای ما نیز جالبیت پیدا شد و خواستیم پرسان شویم که آیا این طاقی‌ها را با دستان خودشان می‌دوزند و عین زمان در نزد ما یک دخترک زیاد هم زیبا با لباس ملی ایستاده است و باید از آن پرسان میشیم. سلام علیکم، خود را معرفی می‌کردید؟ السلام علیکم، ما از ناحیه جبار رسول ولایت سوخت آمدیم، بخشیده به روز 35 سالگی استقلالتی تاجیکستان. این طاقی‌های بدخشانی، خارقی، خوجندی می باشند. اینها کارهای دستی می باشند. عزیزم، میگفتید که برای دوختن یک طاقی چقدر وقت صرف میکنه؟
2 روز 3 روز با یاری آموزگاران خوانندگان می‌دوزم. یعنی دوختن یک توقی از هر یک شخص زحمت زیاد رو طلب میکنند. همین طور خوب برای شما درخواست میکنند که برای ما همین گونه توقی از زیادتی متاعی که آنها باور کردن دوزید. همین گونه درخواست میشوند. ها میشه. خب یعنی شما این کسب خود را به نهایت دوست می‌دارید و این از آن دلالت می‌دهد که شما نیز ارجگذار هستید به فرهنگ و تمدن آریایی. و غیر از توقی ها باز چی می‌دوزید؟ غیر از تاقی‌ها دوزندگی، بافندگی. میگفتید عزیزه که این همه هنرها را از کی آموختید؟ من آموزگاران. از آموزگارتان آموختید. دوستان عزیزمند چون با عزیزه صحبت میکردیم چشممان ناگه به توقی های افتاد که زیاد هم حجم بزرگ دارن و عزیزه میگفتید که این توقی ها رو خودتون آماده کرده. نه با یاری آموزگاران. یعنی در همبستگی با آموزگارانتان همیشه. خب البته این دو توقی امروز همچون یک نقشی خوبه به گوشه شما می باشد و امروز شما این گوشه که آماده نمودید چشم هر یک بیننده را آب و رنگی دیگر می دهد. برای شما در آینده نیز برای موفقیت ها می خواهیم. خوش آمدید به دوشنبه شهر نازنین. رحمت. الله گویم جگر بندم خوابت برات الله توی افسانه فرزندم خوابت برات الله 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 در چشم من شکوفته چون شاخ گل الله نهال تو ز پیوندم خوابت برات الله 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 کلان شوی روان شوی سیری جهان الله سرچشمه شکر خندم خوابت برات الله 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 توی اقبالم توی بختم خوابت برات الله 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 بینندگان عزیز این زمان ما در دست داریم بالشتی خوراقی به قوله و آنقدر آنها ملایم و نمود ظاهری خوب دارند که دیری کس نمی شود که آن را زیر سرش گذاشته و خواب رود و چون از این گوشه نظر میکردیم و گذشت میکردیم ناگه چشممان به یک دختره که افتاد و برای ما خیلی هم جالب بود تا پرسان شویم که آیا این بالشت ها را که زیاد هم دوختنشان از کس مهارت بلند را طلب میکند آیا خودشان میدوزند؟ سلام علیکم، نام شما؟ السلام علیکم، نام من زینوره مرزا بابایوه. زینوره، شما امروز یعنی ناحیه جبار رسولوف رو نمایندگی میکنید همین طور؟ همین طور. خب درباره دوختی انا همین گونه بالش های بین‌نهایت زیبا برای ما کمی معلومات میداده. خب این بالشت ها محصول قراقدوزی می باشد و این بالشت ها از متاپاره ها ما قراق را تیار میکنیم و از متاهای چنان کلانتر ما بالشت را تیار میکنیم و به درونش پخته می اندازیم و این خیلی کاری میده است. هر کس هم این را کرده نمیتواند و هنرمندان ناحیه جبار رسولوف این یعنی زنان جبار رسولوف این هنر را شغل میبرند با این هنر و این هنر را به طور این گونه یعنی که
به طور گلدوزی؟ گلدوزی نیز آرا دادن ما ممکن است. در اینجا مجسم از هنر طاقه‌دوزی، گلدوزی ملی و بالش دوزی. بینندگان عزیز ببینید که اینجا هم قراق دیده می شود، هم گلدوزی دیده می شود و هم با متای اطلس و فرنگ در همجایی یک بالشت خوبه شما دوختید. همینطور. خب تشکر زیاد. اینجا در برابر همین گونه بالشت ها جوزدان ها میبینیم که آنها از مهره ها آماده گردیدن و میگفتید زینورا که برای تیار نمودن یک تا چنین جوزدان چقدر وقت شما صرف می شود؟ این به حجم جوزدان وابستگی دارد، یعنی که جوزدان چقدر خرد باشد همین قدر وقت کم صرف می شود، چقدری که جوزدان کلان باشد همین قدر زیاد وقت صرف می شود. جوزدانی که کلان ساختید همین است؟ نه، از این هم کلانش هست. یعنی ساختید همین است؟ یعنی از اودش به خوب میبرید. خب اینها چی هستند؟ برای چی استفاده می شوند؟ اینها برای آشخانه استفاده برای ما می شود، یعنی که برای خودتان میسازید؟ هنرمندان ناحیه جبار رسول پسر بچه ها می سازند، از البستر می سازند اینه. برای آشخانه، برای آرایشات، برای صابون انداختن، برای گل انداختن، یعنی اشیاءهای گوناگون برای روزگار همینطور. خب تشکر زیاد بینندگان عزیز، چون از این گوشه نظر میکنید چشم انسان آب و رنگ دیگر میگیرد و البته بازم این از آن دلالت میدهد که مردم تاجیک زیاد هم هنرمند و به نهایت چیره دست هستند و به هنر اصیل تاجیک احترام زیاد میگذارند. برای شما برار میخواهیم در آینده باشد که هنر شما بازم از این رشد کند و شما همیشه معرفیگری تاجیکستان عزیز باشید. رحمتی کلام به شما. به خاطر سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌های شهر دوشنبه برنامه‌های فرهنگی فراغتی برای ساکنان برگزار می‌گردند. به مانند امروز چنانه که دیدیم ناحیه جبار رسولوف نمایش فروش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی و خوراک‌های ملی را اینچنین برنامه فرهنگی و ادبی را برای ما پیشنهاد می‌نمایند. در عموم 68 شهر و ناحیه‌ها می‌توانند که در این مکان آمده، یعنی در باغ‌های شهر دوشنبه، هنرهای خود را به معرض تماشا گذاشته باشند و هر یک ساکن کشور می‌تواند که آمده از این همه هنرهای والای مردم تاجیک دیدن نموده باشند. نمایش‌ها به خاطر آن برگزار می‌گردند که شهروندان باز هم با هم یک دل و یک جان باشند و ما توانیم که بدین وسیله فرهنگ و تمدن ملت تاجیک را رشد بدهیم و آن را به نسل‌های آینده واگذاریم. آماده می‌گردد و با 3 دانه زیب داده می‌شود.
Таджикистане. Это южный знамени край. На полях страны огромный, зреет хлопка урожай. Соберут его компания, на машинах отвезут. И на фабриках текстильных полотно для всех наткнут. Душанбе столица наша, всех столиц на свете краше. Город чудный, город славный, для меня он самый главный. бинандагони азиз, чуноне ки гуфтем, қисмати охири чорабиниро барномаи фарҳангӣ фароғатӣ дар бар мегирад ва айни замон ҳама сокинон ва меҳмонон ҷамъ гардиданд то бо ҳам дар якҷоягӣ як барномаи консертии хуберо тамошо намуда бошанд. ва дӯстони иззатманд, телевизиони Баҳористон махсус ба хотири борида хотири ҳар яки шумо ин чорабиниро инъикос ва пешниҳод менамояд ва шумо метавонед ки айни замон тариқи телевизиони Баҳористон аз рафти чорабинии фарҳанги фароғатӣ бархурдор гарда бошед. جانی جان دوشنبه ای دل ستان دوشنبه فردوسی نازنینی در این جهان دوشنبه فردوسی نازنینی در این جهان دوشنبه مادر پرورده هر کنارت بانانی قرصی ماهد باب شهد بارد بانانی قرصی ماهد باب شهد بارد ای جانی جان دوشنبه ستان دوشنبه فردوسی نازنینی در این جهان دوشنبه فردوسی نازنینی در این جهان دوشنبه شهر چونین شکوفان فخریم با تو امروز ای تاج تاجیکستان مثل دیگر نباشد شهر چونین شکوفان فخریم با تو امروز ای تاج تاجیکستان ای تاج تاجیکستان جان دوشنبه ای دل ستان دوشنبه فردوسی نازنینی در این جهان دوشنبه فردوسی نازنینی در این جهان دوشنبه ای جانی جان دوشنبه ای جانی جان دوشنبه تاجیکستان ای شان شانم ای نامی پاکت وردی زبانم ای مهنی من وقتی جوانم عشقت بسینم مهرت بجانم ما هم نوایم ما هم صدایم با جمله مردم
درود ای عزیزانم، شما نسل خوشبخت بوده اید که در کشوری صاحب استقلال در فضای آزاد و آرام زندگی دارید. امروز را گذشتگان پیشینه و همزمانان ما آرزو میکردیم. این آرمان 1000 ساله ملت ما بود که ما این آرزو را دور از وطن به خاک بردیم. از سرور دولت، از راهبر تاجیکان جهان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سپاسگزاریم که مشت از خاک تربت ما را به وطن برگردانیدند و روح ما را آرامش جاویدانه بخشیدند. از شما نیز نسل خویشتن شناس و وطندار زمان ارجگزار هستیم، از آن که امروز تربت ما را زیارت نموده روحمان را شاد گردانیدید. استقلال و صلح و وحدت این ملت کهن بنیاد، وطن دوست و خویشتن شناس، جاویدان و دولت صاحب استقلال تاجیکان پاینده باد. خلق عالم دوست با ما گشته است، فیض نصرت یک جهان آید همه. ای دوشنبه شاد باش و درزی، خلق عالم مهمان آید همه. این بود برنامه فرهنگی ما که پیشکش شما گردانیدیم. در اتمام برنامه تمنا داریم که همیشه چون کوهسار تاجیکستان عزیز سربلند و چون گلهای همیشه سبزش شکوفان بماند. شاد و پیروز باشه.